سلام، روزتون بخیر. امیدوارم که حال خوبی داشته باشین و سرشار از انرژی مثبت باشین. میدونید که شعار من اینه که ما در نهایت هممون به اون مقصد، به اون هدف، به اون آرزو و به اون خواسته ای که داریم میرسیم. پس بیاین با حال خوب، با انرژی مثبت به سمت آرزومون قدم برداریم. خیلی وقتا برامون سوال پیش میاد که هدفمون توی زندگی چیه؟ هدف اصلی ما توی زندگی رشد خودمون هست، شفای خودمون هست، اینه که حال خودمون رو خوب کنیم، کاری کنیم که اون آسیب هایی که دیدیم نتونه ما رو از پا در بیاره. اون اتفاقات بدی که توی کودکی برامون افتاده، اون فشارهای روانی که توی نوجوانی و جوانی تحمل کردیم، یا اصلا اتفاقات بدی که در حال حاضر داریم باهاشون دست و پنجه نرم میکنیم، اون مشکلات نتونه ما رو از پا در بیاره. پس باید درون خودمون یه من قوی داشته باشیم، یک والد تکیهگاه و قوی و محکم درون خودمون باشه که از کودک درون ما محافظت کنه. برای این کار این خیلی مهمه که اگر شما بخواید خودتون بتونید حال خودتون رو خوب کنید، یعنی وابسته نباشید که یکی از بیرون بیاد حالتون رو خوب بکنه، منتظر نباشید که یه شرایط خیلی ویژه و خاص به وجود بیاد که حالتون بهتر بشه. اگر شما این تصمیم رو با خودتون بگیرید که بگید من میخوام بلند شم، میخوام قوی باشم، میخوام خودم بتونم حال خودم رو خوب کنم، این اولین قدم در راه رشد و پیشرفت شما هست. به خاطر اینکه شما زمانی که بخواید وارد هر بازار کاری بشید، بخواید وارد هر چالشی بشید، هر مسیری، هر پله‌ای از زندگی، شما نیاز دارید که حالتون خوب باشه. شما با حال بد به هیچ جا نمیرسین، شما با حال بد موفق نمیشین، شما با حال بد خوشبخت نمیشین، راضی نمیشین، آرامش ندارین. و زمانی هم که آرامش نداشته باشین، زمانی که راضی نباشین، 100% اون اتفاق خوبه براتون نمیافته. من خیلی به این نکته اهمیت میدم و تأکید میکنم که شما باید ته دلتون یه حس آرامشی احساس کنید، باید یه حس محکمی، یه چیزی که بهتون بگه که من اینجا، من حواسم بهت هست، نگران نباش. این اتفاق ممکنه که برای بعضیا با دعا و نیایش بیفته، یعنی بعضیا برن سمت خدا دعا کنن، نیایش کنن، نماز بخونن و حالشون بهتر بشه. بعضی ممکنه که با پدر و مادرشون صحبت کنن، بعضی ممکنه که مراقبه انجام بدن، بعضی ممکنه که یوگا انجام بدن، مدیتیشن کنن، ورزش کنن. بعضی دیدم که مثلا میگن ما ورزش های مثل بوکس و اینا کار میکنیم حالمون بهتر میشه. شما باید اون فعالیتی که حالتون رو بهتر میکنه رو برای خودتون پیدا کنید و در نظر داشته باشید. یعنی باید بدونید که چی حالتون رو خوب میکنه و در طول روز برای اون وقت بذارید. مثلا ممکنه که شما با آهنگ گوش دادن، مثلا یه آهنگ مورد علاقتون، یه آهنگ یه خواننده محبوب، یه کسی که دوستش دارین صداشو، اونو گوش بدین در طول روز. کتابی که دوست دارید رو بخونید. یه کارایی بکنید که اون سطح تنش و اضطراب و استرس شما رو بیاره پایین، یه ذره حالتون رو بهتر کنه. و خودتون باید کاری کنید که اضطراب و استرستون کم بشه. اینو در نظر داشته باشین. زمانی که شما احساس میکنید که تنها هستین و هیچ حامی و تکیهگاهی ندارین، فکرای منفی خیلی میاد سراغتون، استرس و اضطراب اذیتتون میکنه. یه نکته که خیلی میتونه به شما کمک کنه اینه که احساس کنید که درونتون خدا در جریان، خدا حواسش به شما هست و خیلی جاها واقعا این حس بودن خدا حالتون رو بهتر میکنه. اینکه درکش کنید، اینکه بدونید کنارتون هست و یه سری از دغدغه‌ها و مشکلاتی که فکر میکنید دیگه از عهده شما خارجه، از دست شما کاری بر نمیاد و به اون بسپارید. شما تلاش خودتون رو برای رفع هر مشکلی و برای پیدا کردن حل مسئله انجام بدین، ولی در نهایت بگین خدایا نظر رو به تو میسپارم.
این باعث میشه که شما به یه آرامشی، به یه سطح آرامش درونی برسید و بتونید یکم خودتون رو از درون آروم بکنید. کارهای زیادی هست که شما میتونید انجام بدید که حالتون با خودتون بهتر بشه. اول این نکته رو فراموش نکنید که شما باید برای رشد خودتون، برای تعالی شخصیت خودتون هر روز قدم بردارید. باید کتاب بخونید، باید کاری کنید که حالتون بهتر بشه، باید ورزش کنید، تغذیه مناسب داشته باشید. تغذیه سالم داشتن خودش به خودی خود تأثیر خیلی زیادی توی افزایش حس رضایتمندی از خودتون داره و این باعث میشه که شما کم کم با ورزش و با تغذیه خوب اعتماد به نفستون بره بالا. احساس کنید که یه انسان ارزشمندی هستید. چرا؟ چون دارین به خودتون اهمیت میدین. لباس مناسب که میپوشین، اون عطری که میزنین، مویی که شونه میکنین و اون به خود رسیدن باعث افزایش اعتماد به نفس شما میشه. یه سری کارا رو خود شما باید برای خودتون انجام بدیم. انتظار نداشته باشید که همسرتون بیاد و کمک کنه که شما اعتماد به نفس داشته باشین، یا انتظار نداشته باشین که یه دوست بیاد به شما بگه که عزت نفس داشته باش. یه سری چیزا شما خودتون توی خودتون باید رشد بدین. از همین امشب کارهایی که گفتم و سعی کنید انجام بدین. سعی کنید بیشتر به خودتون برسین، هم از لحاظ روحی، هم از لحاظ جسمی، هم از لحاظ فیزیکی و هم از لحاظ تغذیه. به خودتون بیشتر برسین، به خودتون بیشتر اهمیت بدین و تلاش کنید که یه من قوی و محکم بسازید. درون خودتون یک من ارزشمند رشد بدین. با آرزوی موفقیت برای همه شما.